رئیس دختره رو گرفتیم تمومه. کجا بیاییم حالا؟ خیلی خوب باشه بیارینش خونه نزدیک بازار. ننش کشبراشه. ولش کن ولش کن دخترم ولش کن. ای بلند شو فیلم بازی نکن. الو اینجا نیای. فکر کنم زنی که تلف شد درد سر میشه برام. یه کاری کن شما بیاین نزدیک پمپ بنزین خروجی بازار. برو پمپ بنزین داشت هستن و بعد اونجا برداری. ببین تو هم خفه شو. انگار ننت مرده. جان بخوری کشتمتا. خیلی ممنون آقا خلیل. شب بخیر. شب شما بخیر. شبتون بخیر. لیلا بازم تشریف بیارین. خلیل خان اینجاست. هر چی لازم داشتین حتما بگین. خیلی ممنون آقا خلیل. خودم از پس مشکلات برمیام. شما بیشتر از این زحمت نکشین. لیلا خانم بهتون چی گفتم؟ گفتم رو سر من جا دارین. همیشه من هر کاری بکنم کافی نیست. آقا خلیل میفهمم اما نمیخوام الکی امیدوارتون کنم. نمیتونم. شبتون بخیر. شب بخیر. ببین خلیل تو چه درای بسته‌ای که باز نکردی. این که در قلبه. بالاخره یه روزی کلید قلب لیلا خانومم پیدا میکنی. میبینی اون روز میرسم. پسرم جلیل اینا دنبالشون هستن. خبرت میکنن. شبت بخیر مادر. پسرم یه دقیقه صبر کن. میخوام یه چیزی بهت بگم. من همه چی رو میدونم. این دختره همون خانم دکتره نیست که تو استانبول بود؟ در مورد خانه بهداشتم تحقیق کردم. میدونم. آفرین مادر آفرین. ولم کن میخوام برم. پسرم دختر جنسش خرابه. پیش خلیل چی کار داشت؟ معلوم نیست هدفش چیه. خدایی نکرده شما رو به جون هم میندازه. درست صحبت کن مادر. تو کارای منم دخالت نکن. برو تو. نرو پسرم. ببین شیرم و حلالت نمی کنم. میدونم داری میری خونه اون دختره. به خدا خودتو تو درد سر میندازی. خلیل به دختر دل بسته. دخترم اونو دوستش داره. مواظب باش تو دامش نیفتی. نظر بازیت بدن پسرم. بس دیگه مادر. ساکت شو. نمیخوام چیزی بشنوم. گلبهار
گلبهار. الو رستم، بپرس ببینم این گلبهار کجاست. ببین سر کاری یا نه، خبرم کن. بدو زود باشه. لیلا دخترم، مادر تو چه دامی افتادی؟ مرد متأهله، متأهل. به خدا دختر گناه داره. ندیده بودم، والا نشنیده بودم. مامان بس دیگه، اذیتم نکن. اوه بعد دیروز پاشده اومده اینجا، میخواست تو رو ببره با هوو. وای توبه. مامان باشه، حق با توه، از اولم حق با تو بوده. بسه. گریه نکن. اون مردی که ارزش یه قطره اشکم نداره. مامان من برای عمر گریه نمی کنم، دارم برای خودم گریه می کنم. ای وای دخترم، به خدا به نظرم باید بشینی شکر کنی. خدا رو شکر. ببین بدون این که کاری کنی دستش رو شد برات. اگه باز سعی کنه گولت بزنه چی؟ عزیزم بذار برات یه جوشونده درست کنم، آرومت میکنه. مادر میگیری میخوابی. باش عزیزم، فردا کلی کار داری. دوستم داشتی؟ خیلی دوست داشتم، اینقدر که به خاطر تو بیخیال همه چی بشه. هر اتفاقی که بیفته دیگه از هم جدا نمیشیم لیلا. یالا زود باشی، بدوید. خدا برو تو. برو برتر، دست و پام نزن. ایشی میریم تکون نخور. تو واقعا خوشگلی. ببین میخوام دهنتو باز کنم، اما قول بده ساکت باشی و جیغ نزنی. تازه اگرم جیغ بزنی کسی صداتو نمیشنوه. مامانم کجاست؟ با مامانم چیکار کردی عوضی؟ نه تو فراموش کن، صداتم ببر. هرچی زودتر عادت کنی به نفعته. ساکت بشی. ها؟ آفرین. ببین منو، اگه پول خوبی نبودی همینجا میکشتمت، پرتت میکردم بیرون. پس خفه خون بگیر. آدم باش. ای وای چه خبره نصف شبی؟ لیلا در باز کن.
مامان تو برو تو، من میرم. نه خیر خانوم، من نمیرم. خجالت نمیکشه این موقع شب اومده؟ خواهش میکنم برو تو مامان. میشه بری تو مامان؟ برو دیگه، برو. لیلا در باز کن. شبت بخیر عروس خوشگلم. شب بخیر. چرا عمر سر داد زد مادر؟ داشتم بهش میگفتم نمیخواد بره دنبال سوریه‌ای ها، ولی اون عصبانی شد. مادر، به نظرم عمر با یه دختر دیگه ارتباط داره. شما هم خبر داری، ولی به من هیچی نمیگین. یه دختر استانبولی مگه نه؟ شایدم آوردتش اینجا. نه دخترم، این چه حرفیه میزنی؟ چرا این فکر رو کردی؟ حس میکنم مادر، ایشاله اشتباه کردم. داداشم گوشش تیزه، همچین چیزی باشه میشنوه. ایشاله که منو سرفکنده نمیکنه. ایشاله این همه آدم که شاهد بودن و قربانی نمیکنه. اگه به خاطر یه دختر صلحنامه رو زیر پا بذاره، داداشم تا عمر داره فراموش نمیکنه. حرفای خوب بزن عزیزم، امکان نداره. برو بگیر بخواب، اونم میاد. برو، شبت بخیر. حرف بزن بگو پیش خلیل چیکار داشتی؟ چی میگی تو؟ با چه روی پشدی اومدی اینجا؟ اومدی راجب خلیل بپرسی؟ نه خیر، نیومدم اون ازت بپرسم. اومدم بگم از اون مرتی که دور باش، فقط همین. نه بابا. چرا؟ فهمیدم شوهر خواهرشی، چیزی واسه قایم کردن نداری. لیلا عصبی نکن. خلیل آدم خطرناکیه. وقتی بهت میگم با اون نباش یعنی نباید با اون باشی. چرا نمیفهمی؟ تو خطرت کمتره. هیچ کس بیشتر از تو نمیتونه به من آسیب برسونه. لیلا، سعی کردم برات توضیح بدم، همه چی رو برات میگفتم. اگه لحظه آخر ولم نمیکردی. میدونی بهترین تصمیم زندگیم بود که ولت کردم. درست ترین تصمیم. چطوری گولم زدی؟ متأهلی بعد داشتی با من عروسی میکردی، به هم دروغ گفتی. تو چه جور آدمی هستی؟ اون عروسی فرمالیته بود. به دختر دستم نزدم. دجلم خودش اینو میدونه، اما داره تو رویا زندگی میکنه. ساکت شو، بدترش نکن. ساکت. برو گم شو بیرون از زندگی من. برو گم شو بیرون. مثلا فکر کردی داری چیکار میکنی؟ چیکار میکنی تو؟ چیکار میکنی؟ ول کن دخترمو. برو گم شو بیرون. ولم کن. دست از سرم بردار. ولم کن. دست از سرم بردار. ای خدا، دست از سرم بردار. ای خدا. سلام علیکم. و علیکم السلام. دنبال یه آدمی هم به نام حسن اینجا اتاق گرفته داداش.
قدش بلنده، با ماهی جوگندمی. میشناسیش؟ نه، برای چی میپرسی؟ من نمیپرسم، خلیل پهلوون میپرسه. حالا بگو کجاست؟ برادرم اینجا بودن رفتن. تنها بود؟ یه زن پیشش نبود؟ کجا رفت؟ برادرم خیلی سفارش کرد، پولم داد، با یه خانمی اومد، تنها رفت. اتاقشو نشون بده. کمکش کن. کاظم اینجا باشی. مردی که اومد بگیریم بیارینش. یالا. چی کار داری میکنی لیلا؟ چی کار داری میکنی؟ Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Bir kara kaşın, bir kara gözün. خلیل افتادیم سر زبون مردم، تو واسه خودت ترانه میخونی؟ Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. دوباره سر زبونه کی افتادی مادر؟ میخوای کی باشه؟ قریشا، عمر. ندیدی تا مادر و دختره رو دیدن چطوری فرار کردن؟ ول کن مادر من، تو رو خدا ول کن دیگه. قریشا دختر تو رو عروس قاتل برادرم کرده. اونه که باید خجالت بکشه. اعصاب منو خورد نکن. Bir kara kaşın, bir kara gözün. ای خدا، به یکیشون عقل بده. ای دیگه هر چقدر گریه زاری کنی فایده نداره. تو افتادی تو کار، مبارک باشه. نترس، دختری که مال خودمون باشه رو نمیخوری. تازه تو که دست نخورده ای خیلی با ارزش تری، باور کن. یکم بخواب. مامانم کجاست؟ چی کارش کردی؟ از من به تو نصیحت، تو زندگی حتی به مادرت هم اعتماد نکن. مادرت تو رو داد به ما و پولش رو گرفت، ساکت شد و رفت، حتی پشت سرش هم نگاه نمی کنه. دروغ میگی. با مامانم چی کار کردی؟ ببین منو، نظر بزنم داغونت کنم. فکر کردی مادرت کی هم؟ اون توی این راه بود و تو هم باید توی همین راه باشی. حالا هم کپه مرگتو بذار تا نزدم داغونت کنم. صدایی ازت نشنوم. بکپ.
امینه یه چایی بده. تازه دم کردم، یکم صبر کن. جلیل ببین چی میگم. بیا خودتو بازنشسته کن، بریم خونه خودمون. چی میگی تو؟ چرت و پرت میگی. من دیگه طاقت ندارم، در توانم نیست. با خان حرف بزن، اوضاع به هم ریخته است، بدترم میشه. تو رو خدا برگردیم ده، خواهش میکنم. ساکت شو زن. من خان و خانم آقا رو ول میکنم؟ اونم الان؟ زن و بچت به اندازه خانم آقا ارزش ندارن ها؟ جلیل تو این خونه یه بلایی سرم میاد، دارم بهت میگم ها. اگه حواست به چشم و گوش و زبونت باشه هیچ بلایی سرت نمیاد. صبح بخیر. به به امین خانوم، سینیا رو هم که ردیف کردی. آره زیلان خواست، ویار کرده اما نمیدونه ویاره چی کرده، برای همین همه جورش رو خواسته. آها پیداشون کردین؟ سوریه‌ای ها. انشالله پیداشون میکنیم، داریم تعقیبشون میکنیم. با قدیرخان دیر وقت برگشتیم. مگه عمر با شما نبود؟ عمر خان کار داشت رفت. خب تو جلوی زبونتو میگرفتی، راحته نه؟ صدا تو ببر به کارت برس. دخترم چشمم از این مرد ترسیده بلند نشه بیاد خونه بهداشت. فکرم درگیره بابا. مامان دیگه راجبش حرف نزن، خواهش میکنم. درباره هیچی میخوای حرف نزنیم لیلا جون؟ یه ذره سر عقل بیا، چشمتو باز کن، این آدم خطرناکه. بس مامان. باشه میدونم چی کار کنم، میرم با مادرش حرف میزنم. حق نداری جلومو بگیری، مراقب بچهش باشه. یعنی چی مرد زن و بچه دار هی بلند میشه میاد اینجا در خونه ها؟ مامان میشه خجالت زدم نکنی؟ به اندازه کافی دارم عذاب میکشم. دخترم تو چرا باید خجالت بکشی ها؟ اون باید خجالت بکشه. مامان آبرومون رفت، هر کاری بکنی بیشتر عذابم میدی، دخالت نکن. خیلی خوب باشه، اگه اینطوریه پس استعفا بده بریم خونمون. باشه مامان حرف میزنیم. عجلت واسه چیه؟ از مدرسه دیار به خانم آقا زنگ زدن، دارم میبرم بهش بدم. خیلی خوب، بده من خودم حرف میزنم باهاش. برو دیگه. الو دجله بزبه‌ام، زن داداش دیار، بفرمایین. قریشه خانم هستن؟ هرچی میخواین به من بگید، مادر شوهرم نمیتونه حرف بزنه. دیار پنجشنبه گذشته نیومده بود مدرسه، میخواستم بدونم در جریان هستین؟ بله یکم ناخوش بود، نذاشتیم بیا. بسیار خوب، روزتون بخیر. باشه خیلی ممنونم، روزتون بخیر. کی بود تماس گرفت؟ از خونمون بود مادر جون، میخواستن یه چیزایی برام بفرستن، گفتم بمونه خودم میام میگیرم. چی میخوان بفرستن؟ هر چی که لازم داری به خودم بگو دخترم. نه اونطوری نیست، مادرم برام کادو گرفته. مادر جون دیشب خواب به چشم نیومد، فکرم پیش عمر بود. یعنی بعد از ماجرای مینم حسابی ترسیدم. تو باهاش حرف زدی؟ خبری هست؟ آره حرف زدم، باهاش تماس گرفتم، گفت دنبالشونی مادر. انشالله که هر چه زودتر پیداشون کنیم تا خیالمون راحت بشه. برم به دیاری سری بزنم. کی جرأت کرده به کسی که تحت حمایت منه چشم بدوزه و دست بلند کنه؟ از جونشون مگه سیر شدن؟ آدم فرستادم آدانا دنبالشون، نگران نباش خانم. فوری پیداشون کن، زود باش، سریع. راستی
از دالتونا چه خبر؟ سوتی ندادن که. نه خان، قایم شدن. بازبایا همه جا رو تحت نظر دارن، اما جاشون امنه. خیالتون راحت. مخفی شدن؟ مخفی شدن آره؟ من بهت گفتم اونا مخفی بشن رستم؟ گم بشن، باید گم بشن. این کارو جدی بگی رستم. گم نشن بلایی سرت میارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن. به روی چشم خان. خلیل صبر کن گل قربونت برم من. صبر کن دختر، چی کار میکنی؟ این بیشرفان دخترمو دزدیدن. تو رو خدا خلیل دخترمو پیدا کن، برش گردون خلیل، التماست میکنم. بلند شو گل. کنیزی تو میکنم خلیل، تو رو خدا دخترمو پیدا کن اگه بلای سرش بیاد. باشه گلبهار باشه، هم دختر تو هم اون نامردا رو پیدا میکنم و خودم حسابشونو میرسم. باشه؟ خدا خیرت بده خلیل، من به جز تو هیچ کسا ندارم که ازش کمک بخوام، فقط تویی خلیل. من هیچ کار گریه نکن گلبهار، گریه نکن. تو برو خونه، منتظر خبر من باش. باشه؟ سینی داغه، تازه از فر در آوردم. مواظب باش دستت نسوزه. دستت در نکنه، آبجی هم مینه. یعنی من اینقدر سادم چشم آتیش رو ببینه بهش دست بزنم که بسوزم ها. اما تو مواظب باش. جلیل. خیری خدیر جون، کجا داری میری؟ آره زیلان، هنوز خبری نشده، مسخره‌شو در آوردن. موضوع چیه جلیل؟ خدای خودت تب بده، همشونو جمع میکنی. جمعشون کن، باشون حرف دارم. باید ماردینو زیر و رو کنن. جلیل اون بیشرفا رو پیدا کنین، خودم میخوام دونه دونه حسابشونو برسم. بریم دیگه. رو چشم خان. مواظب خودت باش خدیر. صبح بخیر. صبح بخیر. ببینم از مدرسه فرار کردی؟ نه زنده داشت من دروغ نگو. صبح از مدرسه زنگ زدن. خوب شد خودم جواب دادم. گفتم مریض بوده نیومده. زنده داشت جون، اوف دوست دارم. ممنونم. اما مراقب باش. باشه؟ باشه، من برم دیگه. اگه امروز ساعت 3 نیای خونه من، این عکس رو واسه عمر میفرستم. آره میدونستم به ثانیه نرسیده زنگ میزنی. میای مگه نه؟ تو دیوونه شدی؟ آره دیوونم. ببین امروز اگه ساعت 3 نیای، 3 و 5 دقیقه عکس واسه عمر میفرستم. نمیتونم بیام، امروز نمیشه. منتظر خبرم باش. میدونم که میای، بیشتر از این نمیتونم، اما بازم میل خودته. باشه عوضی آشغال، باشه. معلومه که میای، با پای خودت میای دجله خانم. چی شده دختر؟ اول صبحی رنگ و روز پریده ها؟ نه، به نظر تو اینطوری میاد. یه کاسه زیر نیم کاست هستم با دارم برات، کم مونده، صبر کن.
دختر قشنگم، جیلانم، من تو رو از دست همه قایم کردم، اما خودم بهت ضرر زدم مادر. دختر عزیزم، دختر قشنگم. چه غلطی دارین میکنین؟ 3 نفر رو نمیتونین پیدا کنین، چطوری رو تو میشه تو صورتم نگاه کنین؟ شما مردین؟ ها؟ جلیل اینا رو از کجا پیدا کردی؟ ماردین و زیر و رو میکنین، باید پیداشون کنین، فهمیدین؟ منو دیوونه نکنین، همه تونو دونه دونه میکشم به خداها. پیداشون میکنین میارینشون، وایسادن نگاه میکنن، برین دیگه. عجله کنین، زود باشین. داداش تو کجایی؟ اومدم دیگه قدیر. وضعیت چطوره؟ داداش هر طور شده امروز باید پیداشون کنی. پیداشون میکنیم قدیر، نگران نباش، اما تو باید آروم باشی. هر چقدر سر و صدا بیشتر باشه کارمون هم سخت‌تر میشه. باید اون آدما رو زنده پیدا کنیم. در ضمن یادت باشه موضوع ما اونا نیستن، کسی که این دستور رو داده مهمه. موضوع من همشونم، من با تک تکشون کار دارم، همشون. فعلا داداش. جلیل مراقب قدیر باش. من باید امروز برم روستا پیش طاهر. حال پدر بزرگش خیلی خرابه، میخواد منو ببینه. بعدم میام پیشتون، هرچی شد به هم زنگ بزنیم. این چطوره؟ چاقو رو میخوای چی کار؟ آها فهمیدم، میخوای باهاش عمر رو جادو کنی. آره میخوام جادو کنم، تو هم راه بیفت این ور اون ور به همه نشون بده که همه بفهمن. بده ببینم. باشه بابا، چرا عصبانی میشی؟ به من چه؟ خیلی خوب بابا، تو برو به کارت برس. بودو. خب امین علی، به آخر راه رسیدیم. ایشاله امروز کلن از دستت خلاص میشم. خدایا تقصیر من نیست، چاره دیگه ای ندارم. به خاطر تو یه روزی گیر میافتم. بگو ببینم چی میخوای بگی؟ خب نمیتونم دوری تو تحمل کنم، چی کار کنم؟ تو نمیتونی تحمل کنی، من تو دردسر میافتم. امروز صبح از مدرسه زنگ زدن گفتن چرا نیومده. شانس آوردم زنداداشم جواب داده بود، وگرنه واقعا میکشتنم. آفرین به زنداداشت، به عاشقا کمک میکنه دیگه. اون چیز مهم چیه ها؟ بگو دیگه. به بهونه توالت اومدم، باید برگردم. حالا که زنداداشت هوامونو داره، بعد از ظهر بیا یه سر خونم، یکم با هم تنها باشیم. دیار تو همش داری ازم فرار میکنی، من نمیتونم درست حسابی ببینمت، میخوام با هم تنها باشیم. بیا یکم صورت خوشگلتو ببینم. بیام خونه تو؟ نه نمیشه. پس فهمیدم دوستم نداری. اینجا نمیام اونجا نمیام، این چه وضعیه دیار؟ اگه واقعا دوستم داشته باشی یکم تحمل میکنی. هی بابا، من که دارم تحمل میکنم، تو هم یکم انصاف داشته باش. فقط نیم ساعت پیش هم باشیم، بدون ترس از این و اون با هم باشیم، با هم صحبت کنیم. اون صورت خوشگلتو با دل سیر ببینم. تازه میرسی، خونه نزدیکه، دیر نمیشه که.
خیلی خوب. باشه میام، اما زیاد نمیمونم ها. باشه تو بیا. مگه ساعت 3 تعطیل نمیشی؟ خیلی خوب، 10 دقیقه میرسی. آدرس رو مسیج میکنم واسط. باشه، اما الان میرم. خداحافظ. دیوونت میکنم دجله، روانیت میکنم. خسته نباشی طاهر. خوش اومدی پسرم. تو چطوری؟ متشکرم. پدر بزرگت چطوره؟ خوبه، تو خونه است. از دیروز میگه وقت رفتنه. عمر کی میاد؟ میخوام حلالیت بطلبم. خدا میدونه آدم پیر میشه حساس میشه یا واقعا به کمال میرسه. بذار یه نگاهی بهش بندازم. خب کت خدا سلام چطوری؟ خوبی؟ سر حالی؟ دعاگو هم خان، سپاسگزارم از شما. آره خوبه، دعام کنین، خیلی لازم دارم. بگذاریم کت خدا. گفتم بیای که یه خبر خوش برات دارم. نظرت چیه؟ واسه روستامون یه خانه بهداشت بزنیم. فکر کنم لازم داشته باشیم. چی میگی؟ خیلی خوبه، خدا خیرت بده. آره، بالاخره من خان شما. به فکر زمینا و سلامتیتون نباشم؟ نمیشه که. خدا کمکم کنه امروز خانه بهداشت میزنیم، فردام یه بیمارستان کامل و مجهز انشالله. این چند وقته اصلا به فکر سلامتی نبودم کت خدا. تاج سر مایی عزیزی. خب حالا تا باید چی کار کنی؟ برو تحقیق کن ببین باید چی کار بکنیم، کجا بسازیم، مجوزی چیزی میخواد، تاوتوشو در بیار و خبرم کن. باقیش با من. به دعاتیام این مژده خوبو بده. به روی چشم خان، به روی چشم. این چه کاریه؟ استغفرالله. مادر قریشا چی شده دخترم؟ بیرون میری؟ آره میرم زیارتگاه، نزد دارم. آها، میرین زیارتگاه. فهمیدم. منو به حرف نگیر. تو داری کجا میری؟ میرم به مادرم سر بزنم. برام کادو گرفته. صبح زنگ زده بود. مگه ما دیشب اونجا نبودیم؟ صبر کن، یه وقت دیگه با هم میریم. تو خونه بمون. یکی باید بالا سرشون باشه. شاید من دیر اومدم. الو. چه کار میکنی دختر؟ کجایی؟ کجا باشم داداش؟ خونم دیگه. خیر باشه. به خانم دکتر یه زنگی بزن، از زیر زبونش بکش دیشب چطور بوده، الان کجاست، بعدش به هم خبر بده. باشه؟ خیلی خوب داداش، بهش زنگ میزنم، بهت خبر میدم. باشه؟ باش.